چی لازم بگم این کنایت با هم خیلی
عالیه. انقدر لگم اصلا باورم نمیشه. پینگو چون من نگاه کن. بچه راستی سری هاردکور در راهه. بهتون بگم خبردار باشید حتما سابسکرایب که قراره یه هاردکور خیلی خفن کنم. جدیده، یعنی مثلا 1.28 یعنی 1.28 ورژن‌های خفن مثل 1.21 قراره بازی کنیم. به هر حال ورژن‌های جدید مثلا هاردکوری سروایولی مثلا آزمایش‌های ماینکرافتی چیزی انجام بدیم. تو ورژن‌های جدید من قدیمی آخه چیزی ندارم، نه مود دارن چیزی. تازه راستی اگه مثلا من حالا یه چالشایی هم در راه، یعنی ما فقط قرار نیست همینجوری ببازیم چالش داریم. حالا برای اولین ویدیو حوصله ندارم الان چالش بدم واقعا. الان که تازه دارم چنل شروع میکنم حوصله چالش ندارم. ولی اگه لایک ها بالا بره حتما چالش شای ماینکرافتی بدوارزی کنم. نمورد؟ یارو نمورد؟ 2 تا دایموند هم داشت. راستی من تنظیمات هم بهتون نشد کرده بودم. FOV 56 عالیه. یعنی بهتون نشون بدم مثلا سنسیتی رو گذاشتم رو 100 چون اصلا نمیتونم با سنس زیاد اصلا خیلی سخته. مثلا من با رفیقم داشتم بدوارد بازی میکردم. ببین گفتم آقا بیا سنسمون رو زیاد کنیم. سنس رو زیاد کردیم. سنس بچه پشت سر هم دابل زیاد به هر حال پیشنهاد میکنم تازه کارید سنس زیاد نذارید. خیلی افتضاحه. خوب بود. بدو خوب زدیم. حواسشون بچه تو من دهنشون صاف. من گلد میخوام. من همیشه میخوام. من گلد دقیق فرموده باشید. راستی بهتون نگفتم ما قراره تنهایی ویدیو نمیذاریم. قراره با یوتیوبرهای تازه کار عین خودم هم قراره ویدیو بذارم که یک ویدیو آینده قراره باشه. خیلی هم بازیش خوب. ترسیدی کوچوله الان یه بالا فایربال بخر. فقط فایربال بخر. فایربال بخر. ببین فایربال داشته باشه. TNT خریده. دیدی دستشو TNT داشت. بذار ببینم. خب کجایی؟ بخور. خیلی آدم کسی. اینجا بزن. یه راهی نداره بیاد. سب کنیم.
تسلیم نمیشه با خفنی. آقا این یکی نشد ارو میخرم. این یکی واقعا نشد ارو میخرم. خدایا دیدی باقه هر باقرانه بچه های تو خونه همیشه باید تو هر کاری علم میخواد، هر کاری هوش میخواد، حتی مجاز، حتی مایکرافت. الان 3 سال فاینال آقایه معلومه دیگه. بله دایموندی داره همین میشه. خیلی خودش خواهی بود داره میاد داره امیرال داشتن. این از این آقا این فایربال میخوایی خیلی آدم کثیفی بود. هر کی اونجا رو خالی کرده بود خیلی داشت کنم نگاه اونجا چی نوشته سیکرافت و فیل اینتو گوید. یه چیزی جدی از 1 تا 10 به اسکینم نمره بدید. خوبه؟ خودم ساختم و اصلا هم نرفتم از تیلانچری چیزی از کسی بگیرم. اصلا ما خودمون خلاقانه عمل کردیم و برای خودمون اسکین ساختیم. اینم این من پرنگ خواهیه همه گلدار رو بده که میخوام باشم. نگاه ارو با دست باید همه رو اسنایپ کنیم. کالا موبایل پلیر هستم تهران خدا فقط این بیت رو جمع هستم. اومد خونگیری پا همونجا بایستا اسکار